غم نخور دوباره باران می شود، کوچه باغ ما چراغ می شود. باغ خاطرت که پژمرده شده، سبز و تازه سبز زار می شود. من اسیر رسم قریه ماندم، دامن از وصل تو من تکاندم. نامت آمد ولی کوکی سوار، مکتب و مدرسه را نخواندم. غم نخور مشکل آسان می شود، از مولای قریه پرسان می شود. شیری حافظ می دهم یادت بخوان، جان من درد تو درمان می شود. من اسیر رسم قریه ماندم، دامن از وصل تو من تکاندم. نامت آمد ولی کوکی سوار، مکتب و مدرسه را نخواندم. سلام دوستای عزیز، سارا هستم و شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. از شما تشکری میکنم که ویدیو رو بر دیدن انتخاب کردین و امیدوار هستم که این ویدیو براتون جالب باشه و تا آخر ویدیو با ما باشین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از نظیر جان خارا می باشه که به انتخاب یکی از دوست ما این ویدیو آماده میشه. دوستای عزیز، در شروع ویدیو میخوایم از تمام شما عزیزان سپاسگزاری کنیم که این کانال شما سپورت میکنین، لایک میکنین، کامنت های زیبا میگذارین و خدا کنه که ویدیوها را شیر کنین. دوستای عزیز لطفاً این کانال با دیگر دوستایتان معرفی بکنین تا که دیگران بتونن از این ویدیوهای آموزشی استفاده بکنن. دوستای عزیز، من میخوایم که یک تشکری بسیار خاص داشته باشم از دوستای ما که این کانال همچنان مادی سپورت میکنن، یعنی که ممبرشپ خریدن و در درس‌های آنلاین اشتراک میکنن. درس‌های آنلاین ما در روزهای یکشنبه از ساعت 4 تا 5 به وقت اروپای غربی درس‌های ما جریان داره که شما میتونین در این درس‌ها اشتراک بکنین. میریم دوستای عزیز، شروع میکنیم به آموزش آهنگ زیبا. غم نخور دوباره باران می شود، کوچه باغ ما چراغان می شود. شعر از این آهنگ برادر نظیر خارا که نفهم که اسمشون چی هسته، اونا آماده کردن و کمپوزش خود آقای نظیر خارا آماده کردن. آهنگ بسیار زیبا است و امیدوار هستم که اگر نظیر جان خارا صدای مرا میشنوه مرا به بزرگواری خودش ببخشه اگر در ویدیو کمبودی و کاستی میبینه. و همچنان ما بسیار معذرت میخوایم که من نتونستم، که من نمیتونم مثلا اون هنرمندای ما را پیدا کنم، ازشون اجازه بگیرم که در مورد آهنگشون اگر سوال داشته باشم سوال بکنم، یعنی من امکانات ایش ندارم. از او خاطر من ازشون معذرت میخوایم. این آهنگ چیزی که ما شنیدیم، یعنی چیزی که میشنوم، فکر میکنم که وقتی که من حساب میکنم ریتمش در 9-8 تایم سیگنیچر است، یعنی در هر بار ریتم نوت 1/8 قرار داره، چیزی که من میشنوم. اما من این ریتم ندارم در اپلیکیشن خود و دادرد استفاده میکنم. دادره با این کم تفاوت داره ولی میشه که درش آدم بخونه. و اسکیلی که یا آهنگ درش جور شده اسکیل فریجین اسکیل یا نوتای راگ بهروی می باشه. دوستای عزیز، من میخوایم که از اف بخونم. اگر ما از اف بخونیم پس اسکیل ما چی رقم است؟ فریجین اسکیل یا امو راگ بهروی ما نوتایش چی رقم شکل داره؟ سایری گما پا دانی سا سانی دا پا مگره سا. غم نخور دوباره باران می شود، کوچه باغ ما چراغان می شود.
البته دوستای عزیز این آهنگ دوگانه است که من نمیفهم که دختر خانم دیگه که خوانده او کی هسته. از او خاطر اسمش چون نمیفهم نمیتونم که بر شما مطمئن باشم و چیزی بگویم، ولی آهنگ دوگانه است. آهنگ از اینمی F ماینر کورد شروع میشه. انتروی آهنگ قسمی است که و آستایی آهنگ همچنان از امی F ماینر کورد شروع میشه و از گه شروع میشه. غم نخود و باران میشود، کوچه باغ ما چراغان میشود. شما دیدین دوستای عزیز که اینجا اردو ری ما استفاده شد و آهنگ از گه شروع میشه. غم نخود و باران میشود، کوچه باغ ما چراغان میشود. این آهنگ انترلود نداره، یعنی موسیقی که در بین آستایی و انترمی باشه موره نداره. قسمتی که آقای نظیر خارا وقتی که قسمتشانه میخونن و بعد از او پیش ازی که نوبت خانم میرسه امو فلری که استفاده میشه این رقم است. باز آهنگ قسمتی که آهنگ که خانم میخونه او را میخونه. من اسیر رسم قریه ماندم، دامن از وصل تو من تکاندم. نامت آمد ولی کوک سوار، مکتب و مدرسه را نخواندم. یعنی بعد از این فلری که این رقم است. باز پس دوباره آقای نظیر خارا میخونه. غم نخور مشکل آسان میشود، از ملای قریه پرسان میشود. شعر حافظ میده هم یادت بخوان، جان من درد تو درمان میشود. خب قسمتی که خانم میخونه از پس شروع میشه. من اسیر رسم قریه ماندم، دامن از وصل تو من تکاندم. نامت آمد ولی کوک سوار، مکتب و مدرسه را نخواندم. باز که آهنگ امو تکرار داره که آقای نظیر خارا میخوانند. دوستای عزیز گفتم که ریتمش به نظر من 9-8 تایم سیگنیچر است، ولی ما میریم 6-8 تایم سیگنیچر، یعنی دادر استفاده میکنیم. چیزی که ما در توان خود داریم و در دسترس داریم از اون استفاده میکنیم و در تمپوی 20 در اپلیکیشن دوستی ما که میشه بر شما گفتیم میریم و تمرینش میکنیم. غم نخود و باران می شود، کوچه باغ ما چراغان می شود. باغ خاطرت که پژمرده شده، سبز و تازه سبز
تو من تکاندم. نامت آمد ولی کوک سوار، مکتب و مدرسه را نخواندم. غم نخور مشکل آسان می شود، از ملای قریه پرسان می شود. شعر حافظ می دهم یادت بخوان، جان من درد تو در